سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز جمعه 12 ایول. دادگاه عالی لیتوا درخواست حبس مهاجر و فعال سیاسی سلیمان دولتов را رد کرد. این درخواست از طرف خدمات مهاجرتی لیتوا پیشنهاد شده در آن دولتov خطر به امنیت ملی لیتوا عنوان شده است. خود او روز 10 ایول به رادیو آزادی گفت دادگاه عالی لیتوا پس از شنیدن اظهارات او پیشنهاد را رد نمود. سلیمان دولتov در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان گروه های ممنوع در تاجیکستان بود. ماه اپریل امسال با گمان خطر به امنیت ملی لیتوا بازداشت شد و تا اول ماه ایون در حبس بود. روز 4 ایون دادگاه در شهر ویلنیوس سلیمان دولتov را با دلیل داشتن حق پناهندگی و فرزندان خردسال از بازداشتگاه رها کرد. اما خدمات مهاجرت لیتوا درخواست بازداشت او را دوباره پیشنهاد کرد. سلیمان دولتov 37 ساله به گفته خودش سال 2015 از ترس تعقیب مقامات از تاجیکستان فرار کرده در ویلنیوس کار و زندگی میکند و با تجارت مشغول است. روسیه میخواهد ورود عائله مهاجرانی را که در روسیه کاری رسمی ندارند و با کار تامین نیستند منع کند. شورای امنیتی روسیه به وزارت کارهای داخلی و دیگر مقامات دخلدار سپارش داده است که این مسئله را آموخته برای قانون نوی مهاجران پیشنهاد سازند. طوری که تلگرام کانال روسی نزدیک به مقامات بازا خبر می‌دهد موافق این قانون اینچنین کودکان مهاجران را به مکتب‌ها پس از امتحان ابتدایی از زبان روسی قبول خواهند کرد. چند ماه اخیر پیشنهاد راندن مهاجران از روسیه زیاد مطرح می شود. بیشتر منصبداران روسیه از این پشتیبانی می کند و تعدادی کمی مخالف راندن مهاجران هستند. از این پیشتر وزارت کارهای داخلی روسیه طرح قانونی را به دوما پیشنهاد کرد که اجازه می دهد مهاجران بر اساس 20 بند دیگری قانون از روسیه اخراج شوند. حامیان حقوق اصلاح و تغییرات پیشنهادی به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری در روسیه را تنقید کردند که در صورت قبول اجازه می دهد مهاجران برای یک قانون شکنی ناچیز از کشور رانده شوند. در اکثر منطقه های تاجیکستان اقلیت های مختلف کار و زندگی می کنند. میان آنها لقای ها هم هستند که زبان و هنری ویژه دارند. در جنوب تاجیکستان لقای ها در وادی وحش زندگی کرده کارهای کشاورزی و چرواداری هم می کنند. در میان این اقلیت زنان هنرمندی هم هستند که می گویند با شیوه مخصوص گلدوزی نام برآوردند. همین هنرشان سبب می شود که آنها را از دیگر ملت ها خصوصا از ازبک ها فرق بکنند. زندگی لقای ها چی ویژگی دارد؟ مولا رجب یوسفی گزارش می دهد. برای همه میگم که همه چیزای ما ای بین ما نروه. جمعگل ارسالیه و یک زن 63 ساله لقای تبار است که در دهه زرزمین ناحیه جلالالدین بلخی ولایت ختلان زندگی می کند. او از زنان مشهور صاحب هنر در این ناحیه است که روده‌واری و نقش‌های گلدوزی را به سبک خاص لقای ها می دوزد. با این هنر در میان همتبارانش محبوب است و مشتریان زیادی دارد و همیشه دست به کار است. جمعگل حدود 40 سال است که گلدوزی می کند. این گلدوزی که در دستش است باید تا یک هفته دیگر به آخر رساند. آن را برای عروس آماده می کند که تازه نامزد شده است و می خواهد در جشن عروسی خانه اش را با آن آرا دهد. گلدوزی های دوخته شده به سبک خاص لقای ها فقط برای آرایش خانه داماد و عروس نیست، بلکه رمز موفقیت، برکت و خوشبختی برای آنها نیز تلقی می شود. این حاضر همین نباشه عروسای ماده نمی شود، چون که اگر همین چیز نشود تویاشون هم خفاده میمونم، خودشون ندوزه ای بزرگ میخره آخی مجبورن، چون که ایره دختش هم قینه، ایره یک همین کمپلکس 1.5 سال دا میدوزه. حاضر 2300 سومون هست. ایره همین با فکرم همه کسا بودزیم 4 ماه میدوزیم. اگر یک خدمان باشیم 1.5 سال دا میدوزیم. سبک گلدوزی لقای ها با گلدوزی های تاجیکی و ازبکی تفاوت های دارد. آنها سبک ویژه هنرهای دستی خود را تاکنون نگاه داشتند. آنها معمولا داماد و عروس جوان را تشویق می کنند که در خانهشان از گذشتگان خود نشانه مثل گلدوزی به سبک لقایی داشته باشند. این چیزی قدیمی ما است. کلین وقتی می آید باید این خیل چیزها را داشته باشد. من هم داشتم. از گذشتگان ما از پدر و مادر ما مانده است. جماعت دهات گلستان ناحیه جلالالدین بلخی حدود 31,000 اهالی دارد که 45% آنها را لقای ها تشکیل می دهند. بعد انقلابم در این من انقلاب اکتبر در نظر دارم 1917
در ناحیه رودکی زندگی میکردم و بعد آباد شدن همین منطقه جنوب تاجیکستان ما هم با همین منطقه کشیده اومدم چه زندگی کرده استادیم. هنرهای دستخطی اساسا هنرهای دستخط فرق میکنن که مثلا اگر شما از دیدن چه خیلی زیبا دخترگان که دختر آسان نیست لیکن هر یک خاندانی همون ما یعنی لقای‌ها همون چیز باید باشه به علاج نیست. آمار دقیقی از اقلیت لقای‌ها در حدود ولایت ختلان در دست نیست، ولی در اساس سرشماری اهالی در سال 2010 شماره لقای‌ها بیش از 51,000 نفر اعلان شده است. بیشتر آنها در ناحیه رودکی در جنوب و غرب شهر دوشنبه زندگی می‌کنند. در زمان شوروی نشریه با نام لقای آواز چاپ می‌شد. هرچند فرهنگ و زبان لقای‌ها با ازبک‌های تاجیکستان تفاوت‌هایی دارد، ولی در کل آنها نیز شاخه‌ای از طایفه ازبک پنداشته می‌شوند. اما برخی از لقای‌ها خود را قوم علاهیده از ازبکان می‌دانند. لقای‌ها نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای دیگر آسیای میانه هم زندگی می‌کنند. گلنورا کریمова دختر پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریمов که در زندان زنانه زنگیوتای این کشور نگهداری می شود برای راهبریت محبس دردی سر شده آشوب نیز برداشته است. این نکته را یک کارمند زندان زنگیوتا که نخواست نامش برده شود به بخش ازبکی رادیو آزادی بیان داشته است. سردار محبس مجبور شد که در رابطه با اغواهایی که کریمова در زندان نسبت به محبوسان دیگر میاندازد چندین بار به راهبریت عالی کشور مراجعت کند گفته است کارمند محبس. سنه دقیق آشوب گلنورا کریمова در زندان گفتن نمی شود. گلنورا کریمова سال 2015 به 5 سال زندان محکوم شد. او را دوباره سال 2020 با عیب غارت مبلغ‌های بودجه ازبکستان و بستن شرطنامه ها بر ضرر ازبکستان اینچنین از خود کردن اموال دیگران با راه تمنجویی به 13 سال و 4 ماه دیگر محکوم کردند. روزنامه واشنگتن پست با نقل از منابعش گزارش داد که اسرائیل و گروه فلسطینی حماس با طرح حکومتی موقت در نوار غزه موافقت کردند. مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و حماس با میانروی قطر، مصر و آمریکا این هفته در دوحه دوباره آغاز شد. تشکیل حکومت موقت یک بخش از سازش احتمالی است که قرار است به جنگ در غزه پایان دهد. واشنگتن پست پنجشنبه 11 ایول به نقل از یک منبع آگاه در دولت جو بایدن نوشت اسرائیل و حماس راضی شدند که هیچ یکی از آنها حکومت موقت در غزه را در جریان مرحله دوم توافق به عهده نداشته باشند. تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ 9 ماه در نوار غزه زیاد شده است. جنگ میان دو طرف در نوار غزه 9 ماه است که ادامه دارد. گروه حماس که در آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است طلب دارد که همه گونه سازش باید پایان جنگ و بیرون رفتن ارتش اسرائیل و غزه را در بر گیرد. اسرائیل به این شرط‌ها تا این دم راضی نشده است. درگیری در نوار غزه از ماه اکتبر سال 2023 به این سو ادامه دارد. در بخش یک روز تاریخ رومان بخوازاده از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 12 ایول سال 2009 مقامات گفتند میرزا زیویف سابق وزیر حالت‌های اضطراری و فرمانده پیشین نیروهای مخالفین کشته شد. مقامات میرزا زیویف را برای گذشتن به سوی گروه مسلح نعمت عزیزов متهم در حمله به پاسگاه پلیس در ناحیه طویل‌دره ایبدار کردند، ولی همسفان زیویف گفتند شرح رسمی سوال‌های زیاده ایجاد می‌کند. 12 ایول سال 2017 پارلمان به کارمندان حفظ قانون اجازه داد که در کار تفتیشاتی و اپراتیوی از اطلاع کامپیوتری و سایت‌های و شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. سال 2012 بکسابور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان گفت برای بازرسی سامانه‌هایی که درباره تاجیکستان می‌نویسند و یا دست به تحقیر و تهمت شخصان معروف می‌زنند یک گروه بازرسی تأسیس می‌دهد. این همه اقدام‌ها چون تلاش‌های قدم به قدم تحت نظارت درآوردن فعالیت‌های شهروندان در اینترنت انتخاب شده است.
12 ایول سال 2010 از شورای علما و امام خطیبان دعوت شد که مانعی به مسجد رفتن نابالغان شوند. سال بعد این را قانون هم منع کرد. مقامات گفتند برخی کودکان به جای مکتب به مسجد و مدرسه می روند، ولی حامیان حقوق این را پایمالشوی آزادی های دینی نامیدند. صبح امروز بانک ملی ارزش اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 121 سومانی، 100 یورو به 1157 سومانی و 100 دلار 1066 سومانی عوض کرده می شود. بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا کردید. برایتان استراحتی خوب آرزو مندم. خدا نگهدار.